برای ساخت تکست استایل تامل هاتون فقط کافیه که فتوشاپ رو باز بکنید، یک پیج و یک صفحه جدید باز بکنید و یک متن رو بنویسید. در ادامه فقط کافیه که این دیتیل ها و این استایل هایی که من در اینجا به کار بردم رو شما هم با این شماره ها و همین تنظیمات روی تکست خودتون اعمال بکنید تا اون نتیجه دلخواهتون رو بگیرید. حتما چنل ما رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو هم بزنید که در ادامه میخوام کلی از این آموزش های خفن بهتون یاد بدم. و در آخر هم حالا میایم و یه استروک یا همون یه حاشیه‌ای به تکستمون میدیم و از تکستمون میایم و یه کپی دیگه میگیریم. متنش رو میتونیم به دلخواه خودمون عوض بکنیم و به همین راحتی میتونیم یه تکست استایل خفن بسازیم. برای اینکه بیایم و اون بک‌گراند مشکی رو به کار بدیم، کافیه که یه استروک با حالا هر سایزی که دوست دارین بهش اضافه بکنیم به هر جفتش و یه دونه شیپ مستطیل هم به بک‌گراند کار اضافه بکنید و اگر روی بک‌گراند نبود میتونید توی لیرها اون رو جایگزین کنید و ببرید تا زیر همه لایه ها قرار بگیره. در آخر هم میایم و رنگش رو عوض میکنیم، به مشکی تغییرش میدیم تا رنگش با همون رنگ استروکی که ما داریم یکسان بشه.